سلام عرض میکنم خدمت آبجی داداشای گلم. همینطور که از ظاهر من پیداست من بابا کرمم و خب از اونجایی که خیلی ها رقص بابا کرم و با افتخار دوست دارن و آهنگاشو دوست دارن و دوست دارن که یاد بگیرن، من از آبجی گلم فرزانه خانم خواهش کردم که حرکات بابا کرم رو بهتون یاد بدن، جوری که با تمام آهنگای بابا کرم بتونین برقصین و مشکلی نداشته باشین. من ریش قیچی دست آبجی گلم میسپارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مخلص. ممنون از بابا کرم عزیز که افتخار داد اومد و اول ویدیو در مورد رقص صحبت کرد و ریش و قیچی دست من سپرد. همینطور که متوجه شدید میخوایم یه سری تکنیک ها و حرکت های پایه و اصلی رقص بابا کرم رو با هم یاد بگیریم، استایل های متفاوتش رو با هم یاد بگیریم و روی آهنگ هم تمرین بکنیم. بریم که شروع کنیم. خب اول اینکه میخوام یکم از لباس بابا کرم بگم. همونطور که اول ویدیو دیدید خب شکل مردانه بابا کرم اینطوریه که یه پیراهن سفید تنشه، یه کلاه سرشه، یه کت تنشه که حالا میتونه روی شونش بندازه یا اینکه کامل تنش کرده باشه، شلوار دمپا گشاده و کفش نوکتیز پاشو یه ذره پاشنه داره. رقص بابا کرم کلا به خاطر صنعت سینما راه افتاد و آقایون میرقصیدن، بعدش خب دقیقا به خاطر همین صنعت سینما خانوم ها هم وارد شدن که وقتی که میخوایم استایل زنان، استایل مردانه که گفتم میتونه یه دونه دستمال گردن یا حالا لنگ گذاشته باشید زیر یقه یا کراوات باز داشته باشین، کلاه سرتون باشه و همونطور که دیدین خب با اون فرم و اجرا برقصید. استایل زنانه یه خورده بازتره، میتونین کلاه داشته باشین، میتونین نداشته باشین. خب در واقع اون فرم اصلی همون کلاه دیگه که بازی با کلاه هم داره، اما یه پیراهن دقیقا مثل استایل مردانه، یه پیراهن سفیده، یه شلوار دمپا گشاد مشکیه و کفش پاشنه بلنده که حالا میتونه اندازه پاشنه متفاوت باشه. میتونین مثلا با لباستون هم بازی کنید، یه ذره لباس آزادتر باشه، کمربند بذارید، نه مثلا همون کراوات رو باز کنید بذارید ولی دیگه کمربند نباشه، یه خورده مثلا یقه بازتر باشه و فرم های مختلف. دامن تنتون کنید، در واقع استایل زنانه میشه دامن هم رقصنده تنش بکنه، میتونید دامن هم تنتون بکنید، دامنهای کوتاه قدیمی فکر می‌کنم بهش میگفتن مینیجو، دامن کوتاه هم تنتون بکنید، یه ذره مثلا فرم داشته باشه، عروسکی باشه و حالا انواع هستن ولی دیگه رنگ سفید و مشکیه و پیراهن و عموما شلوار دیگه، ولی توی استایل زنانه حالا یه ذره میتونید تغییرات رو هم بدید. میگم چون به خاطر صنعت سینما کلا این رقص به وجود اومده، اون فرم نمایشی رو هم در بعضی از شرایط میگیره، در بعضی از اجراها میگیره. این از کاستوم و لباس رقص بابا کرم. بریم سراغ حرکات پایه پا. اولین حرکت و پرکاربردترین حرکت پای ساید تو ساید. پای ساید تو ساید، 1 2 1 2 1 2 1 2. میتونین باش بچرخین، 1 2 1 2 1 2 1 2. فوروارد بکه، یعنی یه قدم به جلو یه قدم به عقب، به جلو جفت عقب جفت، جلو جفت عقب جفت، یعنی دقیقا همون ساید تو سایده اما این دفعه میاین جلو و میاین عقب. پس جلو جفت عقب جفت، بغل جفت بغل جفت، راست
جفت، چپ، جفت. حرکت بعدی، حرکت پایه بعدی، ما از همون در واقع حالت ساید تو ساید استفاده میکنیم، اما غیر رو هم بهش اضافه میکنیم. حالا در شکل بین المللیش و در رقص عربی این حرکت رو بهش میگن هیپ سیرکل، یعنی دایره لگن. میتونه نیم دایره انجام بشه، میتونه دایره کامل انجام شه، یعنی لگن شکل دایره رو میکشه. 1 2 1 2 1 2 قدم جفت، قدم جفت، قدم جفت. پس همون ساید تو سایده، یعنی حرکت کردن با ساید تو سایده. قدم جفت، قدم جفت، قدم جفت، قدم جفت. ساید تو ساید ثابت اینجوری بود. حالا من میخوام به راست یا به چپ حرکت کنم با غیر. 1 2 1 2 1 2. در استایل مردانه خیلی دیگه من این غیر کمر رو شدید انجام نمیدم یا اصلا انجام نمیدم. مثلا اگر که میخوام یه حرکتی داشته باشم مردانه باشه، این حالت رو انجام میدم، ولی حالت زنانه این غیر کمر هر چقدر بیشتر باشه و با ناز بیشتری همراه باشه خب قشنگتر. حرکت بعدی که میتونین انجام بدین در واقع حرکت لگنه. 1 به راست و چپ لگن رو حرکت میدیم. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. توی حرکت هم میتونید اجرا بکنید. 1 2 1 2 1 2 1 2. ضرب خیلی زیاد نداره، چون خب اصلا فرم و مدل این رقص اینجوری نیست دیگه، یعنی اول اینجوری نبوده. غیر داره، اما ضرب لگنه اینطوری نیست. لگن به راست و چپ حرکت میکنه. حالا من میتونم این حرکت لگن رو یه خورده با پیلیه یا خم کردن زانو انجام بدم، پاها جفت کنار همه. این راحت تر میتونه باشه. یه کوچولو فقط برم پایین و بیام بالا. اگر که بخوام بیشتر خم بشم و یا بشینم، این پا میره به صورت ضربدری پشت، زانوی پای پشتی پشت در واقع زانوی پای جلویی قرار میگیره و من اینطوری خم میشم. حالا این پا هر چقدر بره عقب‌تر من میتونم بیشتر بشینم یا خم بشم و بیام بالا. چطوری اون حرکت لگن رو بهش اضافه کنم؟ اینطوری 1 2 1 2 1 2 1 2. حالا با این نشستن ساده یک حرکت بالاتنه هم داره که در ادامه براتون توضیح میدم. این فرم های نشستن رو من جداگانه توی ویدیو دیگه براتون کامل توضیح دادم. میتونید که اون ویدیو رو نگاه کنید، لینکش رو هم توی توضیحات میذارم. پس من میتونم با این فرم بشینم و پاشم، یا اینکه پا بره عقب ضربدری کوچولو بره به سمت مخالف، جوری که زانوی پای پشتم در واقع در راستای زانوی پای جلوییم قرار بگیره و من بشینم و پاشم. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب اگر که این فرم سختتونه، پس
پاهاتون رو کنار هم قرار میدین و یه کوچولو خم میشین، میریم به سمت پایین و میایم به سمت بالا. نه بالا تنتون نمیاد به سمت جلو، نمیره به سمت پشت. پس اینو حواستون باشه. حرکت بعدی پاروپاست. پاروپا چجوریه؟ پا ضرب در میشه، میرم روی پنجه، این پا میاد جفت میشه کنارش. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. دستم میخوام اضافه کنم، اینجوری شما گیج میشین، برای همین کار نمیکنم. 1 2 1 2. میتونید پا فلت روی زمین باشه و این حرکت رو هم انجام بدید. حالا توی استایل مردانه میتونه خیلی در واقع خیلی مردانه تر بدون هیچ ظرافتی انجام بشه. توی استایل زنانه اون انحنای بدن در واقع استایل رقص ایرانی بهش اضافه بشه. 1 2 1 2 1 2 3 4. یعنی شکل انحنا و اون فرم رقص ایرانی یا زن ایرانی در شعرها و پیچ و تاب‌هایی که داره در استایل زنانه هر چقدر بیشتر اجرا بشه قشنگ‌تره. اون ناز و اون حالت در واقع ناز اومدن و اشبه و اینها خب قشنگتر میکنه رقص بابا کرم رو. البته باز هم بسته به آهنگ میتونه کمتر یا بیشتر بشه. خب این فرم رو اجرا کردیم، بریم سراغ حرکت بعدی. حرکت بعدی مسگری هست. چجوری اجرا میشه؟ من چون این کاستوم رقص بابا کرمه دیگه اینو پوشیدم، امیدوارم که دیده بشه. توی یک ویدیو دیگه این حرکت های رقص رو توضیح دادم به تفکیک، لینکش رو میذارم توی توضیحات، میتونید از اونجا نگاه بکنید. خب اما فکر میکنم که دیده میشه، یعنی مشکلی نداره. خب پای مسگری من میام رو پنجه، یعنی پاشنم از روی زمین بلند میشه، برمیگردم، یعنی با پنجه حرکت میکنم به سمت مخالف گوشه، پاشنم میاد روی زمین، این دفعه پنجم حرکت میکنه به سمت مخالف. 1 2 3 4 1 2 3 4. حالا اینجا مثلا اگر که لنگ داشته باشم میتونم اینو حرکت بدم، هی به این ور و این ور حرکت بدم. توی فرم بالاتنه، توی حرکت های بالاتنه اینو دوباره براتون تکرار میکنم تا متوجه بشین، پس نگران نباشین. پس این شد مسگری. حالا با کفش پاشنه بلند، یعنی اینکه من روی رلوام دیگه، روی پنجم میتونه اینجوری انجام بشه. 1 2 3 4. اما طبیعتا من خب چون کفش پاشنه بلند ندارم و پاشنه من از زمین جداست، نمیتونم حرکت رو کامل انجام بدم، یعنی یه قسمت از اون حرکت رو ندارم و نمیتونم کامل انجام بدم. ولی خب با کفش پاشنه بلند چون دقیقاً اون پاشنه هست روی زمین میمونه، شما میتونید این حرکت رو انجام بدید. یعنی دیگه وقتی کفش پاشنه بلند پاتونه، دیگه پاشنه رو از روی زمین بلند نکنید، چون باید این دو قسمت روی زمین باشه که هی یکی یکی در میون من بتونم حرکت کنم. پس این هم از حرکت پای مسگری که من میتونم
حالا باهاش رقص گردن داشته باشم یا اگه اکسسوری دارم مثلا لنگ، دستمال گردن یا کروات، اون رو بردارم و باهاش بازی کنم با این حرکت که بهتون نشون میدم و آموزش میدم، نگران نباشید. حرکت بعدی غیر کمر با چرخش هست. چرخشه چطوری انجام میشه؟ الان پاهای من جفته. خب پای چپ من میره به سمت چپ، پای راست من میره به سمت چپ و این هی تکرار میشه. پای چپ به سمت چپ، پای راست به سمت چپ، پای چپ به سمت چپ، پای راست به سمت چپ و این تکرار میشه. حالا من میتونم پاهام رو با فاصله کم بذارم و این غیر کمر رو همراه بکنم با اون چرخشم، یا اینکه پاهام رو بیشتر از عرض لگن باز بکنم و غیر کمر بزرگتری رو انجام بدم. حواستون باشه که این همین اتفاقی که برای من افتاد نیفته براتون. تعادل رو حفظ بکنید، یعنی وزن رو روی کف پا جا به جا بکنید، اجازه ندید که یه جا بمونه یا پاتون رو منقبض بکنید. این غیر کمره چطوریه؟ من توی همون ویدیو که گفتم توضیح دادم، اما اینجا بازم یک کوچولو توضیح میدم. لگن میره به سمت راست، میاد به سمت راست گوشه، میاد به سمت جلو، میره به سمت چپ گوشه، میره به سمت کامل به سمت چپ و پشت هم همین اتفاق میفته. پس وقتی من دارم وقتی دارم میچرخم باید غیر کمرم کامل انجام بشه. اول سعی کنید پاها رو نزدیک به هم نگه دارید و بچرخید توی تمرین، بعد پاتون رو بیشتر باز بکنید، چون وقتی پا بیشتر باز میشه طبیعتاً دامنه حرکت هم بیشتر میشه. یعنی مثلا من نمیتونم پامو اینجوری باز کنم اینجوری حرکت کنم، خیلی جالب نمیشه، باید این غیر کمره بزرگتر اجرا بشه. بریم حرکت رو 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا اکسسوری میتونه اینجا باشه، میتونه کلاه باشه و شما باهاش اجرا بکنید. این هم از حرکات پایه پا. بریم سراغ حرکات پایه دست. حرکات پایه دست، وقتی میگم حرکات پایه یعنی اینکه شما این حرکات رو وقتی یاد بگیرید و با آهنگ بابا کرم هم آشنایی داشته باشید، خب طبیعتا میتونید روی آهنگ‌های مختلف این حرکات رو جایگذاری کنید. طبیعتا اگر گوش موسیقی خوبی داشته باشید و زیاد شنیده باشید آهنگ بابا کرم رو، میتونید اجرا بکنید. اگر نه خب این شما باید با موسیقی آشنا بشید و کم کم یاد بگیرید که اون حرکت هایی که یاد گرفتین رو بتونین روی موسیقی جایگذاری کنید. یعنی با ریتم باید آشنا بشید، با ضرب باید آشنا بشید و اینها. اما این حرکات اگر که با آهنگ بابا کرم آشنایی دارید، این حرکات روی تمام آهنگای بابا کرم میشینه. خب اولین دست اینه که این دوتا دست میره بالا، یه دست میره پشت، این دست تیغه بیرونی برمیگرده به سمت صورت و از زیر چونه میاد به سمت جلو. دوباره این میره بالا، اینم میاد بالا و تکرار میشه. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. حالا این حرکت میتونه در کنار هم اجرا بشه. یه سر ولی دست رو دنبال میکنه. 1 2 3 4 1 2 3 4.
با پا ترکیب میکنیم، با پاهایی که اول ویدیو بهتون آموزش دادم. اول به سمت کنار. 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا به سمت جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8. میتونم توی چرخش همینو بذارم. 1 2 3 4 5 6 7 8. توی چرخش هم میتونم این حرکت رو جایگذاری کنم، یعنی بسته به موزیک و حرکتی که روش میشینه من میتونم که چرخش بچینم، نمیدونم جایگذاری کنم و حرکت ثابت بذارم یا بیام جلو برم عقب. متفاوت. یه حرکت دیگه میخوام آموزش بدم اینه که من میام جلو، این حرکت رو میزنم میرم عقب، اما این دفعه دست من بازه، فقط شونم حرکت میکنه، شونه مخالف پایی که داره حرکت میکنه. 1 2 3 4. 1 2 3 4. حالا دست بازه، یه دست رو میارم پشت، میگم 1 2 3 4. 1 2 3 4. این پا میره روی پنجه، یعنی سر انگشت شست روی زمین قرار میگیره، این پا هم که فلات روی زمینه. خب توی حرکت بعدی میخوام کلاه و کروات رو اضافه کنم، ببینیم که با این دوتا میشه چه بازیایی کرد. این هم از کلاه و کرواتی که بازه و زیر یقه گذاشتم. دست اینجاست، ببینید وقتی دست رو میذاری شکل مثلث میگیره. خب اینجاست. حالا من اینجا که گذاشتم میتونم بچرخونم دستم رو روی کلاه. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. فرم صورت اینجوریه که میام جلو، این دست میره سمت راست، میره به این سمت، سرم اینجوری میشه به سمت چپ، میره به سمت چپ، دوباره سمت مخالف. حالا چجوری با پا ترکیبش بکنم؟ اینجوری که 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. این شکلی. پس این دست میتونه تغییر بکنه. اون فرمی که گفتم بیاین جلو اینطوری باشیم بعد برین عقب، اون چطوریه؟ این که من دستم به سمت کناره و میام جلو، میگم پای مخالف. 1 2 3 4. 1 2 3 4. میتونین هم دستتون رو نیارین روی کلاه، همینجا آزاد باشه که این حالا میتونه حالت مردانه باشه. 1 2 3 4. ضرب شونه‌ای که دارین ضرب شونه خیلی بزرگی نیست، خیلی ضربداری نیست. من فقط یه کوچولو شونه رو میارم به سمت پایین، یعنی در واقع بدن میاد به سمت پایین، یه ضرب زده میشه و برمیگردم. پا رو پا میخوایم با پا رو پا تکرار بکنیم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
1 2 3 4. خب این هم از پاروپا و حرکت. اگر که کلا کلاه اینجا همون نماد بابا کرمه دیگه، دستتون اینجا گذاشته میشه، یا اینکه حالا این پشت رو میتونید بگیرید ولی دیگه از این ور و این ور دیده نمیشه. حرکت بعدی پای مسگریه. این اینجاست و من این کار میکنم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. میتونم باهاش بشینم، این اینجاست، میتونم باهاش همین حرکت شونه رو انجام بدم و بشینم و بیام بالا، یا اینکه صرفا همینجا باشه و من همون حرکتی که گفتم وقتی میاین جلو این کار رو انجام بدین، یعنی ضربشون رو داشته باشید، با این حرکت و نشستن من هی برم پایین، هی سطحمو به زمین نزدیک بکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. دوباره 1 2 3 4 برگشت 5 6 7 8. میتونم پام رو ببرم عقب چون میخوام بشینم. پام رو ببرم عقب 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد بیام بالا 1 2 3 4. یا اینکه نمیخوام بشینم، فقط میخوام به جلو خم بشم، پس این پا میاد جلو، میشه 1 2 3 4. اگر میخوام تغییر زاویه داشته باشم 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. این حرکت رو با این هم میتونید انجام بدید. یک حرکت دیگه هم هست، حرکت گردن، که من اکسسوری ها رو میذارم کنار که راحت تر دیده بشه، بتونید ببینید و بعد آموزش رو شروع میکنم. خب اومدم جلوتر که کاملا بتونید صورتم رو ببینید. چونه رو در نظر میگیریم، کامل گردن کشیده است، اینجوری توی شونه فرو نرفته یا چونه به اینجا نچسبیده، کاملا کشیده است و من سعی میکنم که اول چونم رو به راست و چپ ببرم. 1 2 1 2 1 2 1 2. حالا همینطور که چونم رو دارم به راست و چپ میبرم، سعی میکنم که از این قسمت هم از در واقع استخوان فک و گردنم هم استفاده کنم و حرکت بدم. یعنی این سر الان اومده اینجا فاصله افتاده، اینجا خالی شده. دوباره اینطوری 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اینطوری نمیگم این هم میتونه اجرا بشه، اما در مرحله اول شما باید گردنتون و این صورتتون بتونه این حرکت رو انجام بده. دوباره انجام میدم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. پس اول چونه، بعد سعی کنید که فکتون هم بتونه، این فک و گردن هم بتونه این حرکت رو انجام بده. با تمرین میتونید که به این برسین، به این مرحله. یعنی شاید سخت باشه و سخته،
اما میتونید این حرکت رو انجام بدید. چیز دست نیافتنی نیستش. طبیعتاً به تمرین و تکرار نیاز داره. همینطور که گردن رو یاد گرفتیم و تمرین کردیم، میتونیم و همینطور که اونجا اجرا کردم میتونیم شونه رو هم بهش اضافه کنیم و با حرکت مسگری ترکیب بکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 یا اینکه برم پایین 1 2 3 4 5 6 7 8. حرکات پایه پا رو یاد گرفتین، حرکات پایه بالا تنه رو یاد گرفتین، ترکیبشون رو دیدین، استفاده از اکسسوری رو دیدین و الان بریم ببینیم که با آهنگ چطور میشه تمرین کرد. مثل هر شب اختیارم دستته، اگه نگی مستی بستته، اگه نگی مستی بستته. یه چشم به چشم تو، چشم دیگم به دستته، اگه نگی